بسم الله الرحمن الرحیم. بسم رب الشهداء و الصدیقین. سلام بر حسین و بر یاران حسین، سلام بر آزادگان جهان، سلام بر عاشقان و عزاداران ابا عبدالله الحسین. در دشت عراق آمد چون رهبر آزادی، در دشت عراق آمد چون رهبر آزادی، آزاد و توان بردند ره در بر آزادی. خدا رحمت کند علامه شهید سید اسماعیل بلخی را، چه زیبا می فرماید: عباس نجات شهر از لطمه طوفان داد، عباس نجات شهر از لطمه طوفان داد، در شط فرات افگند چون لنگر آزادی. از زیر سم اسپان قاسم به عروسش گفت با یاد تو خوابیدم در بستر آزادی. اکبر چی گفت؟ اکبر دم جان دادن گفتا به پدر خوش باش، سیراب شدم مستم از ساغر آزادی. گفت بابا دیگه آب نمیخوام، گفت بابا دیگه آب نمیخوام، الان از دست جدم رسول خدا سیراب شدم. روز عاشورا وقتی که انصار به شهادت رسیدن، یاران جان برکف و وفادار ابا عبدالله الحسین علیه السلام، چون حر، چون مسلم، چون حبیب، چون زهیر، چون هلال ابن نافع، چون جون، همه به شهادت رسیدن. از هاشمی ها، از خاندان بنی هاشم، اولین کسی که به شهادت رسید علی اکبر حسین بود. یک رهبر واقعی، رهبر آزادگان جهان چنین است، باید اول فرزند رشید خودش را به میدان بفرستد، باید اول پسر خودش باید جان بدهد، کشته شود در راه هدف، در راه آزادی. با زبان که نمیشه بگیم ما مبارزه میکنیم، ما آزادی خواهیم، ما عدالت طلبیم. باید از خود شروع کنیم. شباهت علی اکبر به رسول خدا، به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان بود که گویا فکر میکردی یک سیب دو نصف شده. برای آن است که میگویند شبه پیامبر. حضرت علی اکبر شباهت عجیبی به پیامبر اکرم داشت. جوانی بود دلاور، رشید، خیلی زیبا. چون
پیامبر اکرم در میان تمام پیامبران زیباترین پیامبر است. وقتی از حضرت پیامبر پرسیدند که تو زیباتر هستی یا حضرت یوسف، گفت من نمکی ترم. یعنی از حضرت یوسف پیامبر اکرم زیباتر بود و اکبر حسین نیز زیباترین مرد، زیباترین جوان تاریخ است. روز عاشورا وقتی به میدان رفت، گرمای میدان، چند روز آب ننوشیده، خستگی مبارزه، سنگینی لباس حرب، همه به حضرت علی اکبر فشار آورد. خیلی تشنه شده بود. برگشت نزد امام حسین، نزد پدرش، گفت بابا خیلی تشنم، توان جنگ ندارم، تشنگی بر من فشار آورده است، قربان تشنگی های شما. یا رسول الله، کودکان از اکبر تشنه تر بودند. حضرت علی اصغر نوزاد 6 ماهه، او که تشنه تر از تو بود. آمد نزد امام، گفت تشنم. اما امام حسین کاری کرد که وقتی بشنوی قلب هر انسانی را به درد میاره. خواست عملا به پسرش بگوید که کار از قضیه از چه قرار است. گفت بیا لبه هایت را، زبانت را به زبان من بگذار، شاید قدر تشنگیت کاهش بیامد. حضرت علی اکبر وقتی که زبانش به زبان پدرش گذاشت، دید که زبان امام خشکتر از زبان اوست، امام تشنه‌تر از اوست. برگشت، رفت به میدان، با دلاوری مبارزه کرد، با شجاعت تمام مبارزه کرد، اما شهید شد. تیری آمد به پیشانی حضرت علی اکبر اصابت کرد. حضرت علی اکبر به زمین افتاد. پدر خود را به بالین پسرش رساند. وقتی که نشم جان علی اکبر را دید، چشمای علی اکبر را باز کرد. حضرت علی اکبر گفت دیگه بابا از تو آب نمیخوام. گفت دیدم در بهشت داخل میشوم و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جامهای آب مرا استقبال میکند. گفت الان از دست پیامبر، از دست جدم رسول خدا سیراب شدم. اما تاریخ نویسان مقاتل میگه، امام حسین میگه بلند شد، دور علی اکبر چرخید، بعد کمرش محکم گرفت، گفت الان انکسر ظهری، حالا دیگه کمر من شکست. گفت دنیا بدون تو بر من ناگوارا باد، دیگه تحمل دنیا رو بعد از اکبر من ندارم. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.